دستمون کردم و پا نشو. سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به قسمت 5 سری هاردکور زیرو لند. امروز تو این قسمت قراره بریم اندر دراگون رو بزنیم و بالاخره ندرایتی شدم. شاید بگید چطوری؟ بیاید واسهتون کامل توضیح میدم. بزنیم بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خیلی خب بچه، تو قسمت قبل شما دیدین که آقا ما اینجا یه دونه هد گرفتیم. البته فکر کنم کات شده بود تو ویدیو، ولی یه هد گرفته بودیم که فعلا چون یه دونه است اونجا آویزون کردیم و من یه بسچم پیدا کردم و که دوش یکی از اینا بود. بعد یه لحظه اومدم سرچ کردم و اینا دیدم آره، بعد با اینا آپگرید کرد. من نمیدونستم، شاید باورتون نشه. و 46 تا که داشتیم از نه 46 تا نه، آره یه 30 تا اینا داشتیم دایمندیم که گفتم بذار برم ماین کنم. یکم دیگه هم رفتم ماین در آوردم و یکم دیگه ماین کردم جوری که یه جوری در آوردم که کل آیتمامو شد ندرایت و آره دیگه یه سری تغییرات میام دادم و امروز قراره بریم اندر دراگون رو بکشیم. پس اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک و یه کامنت انگلیسی و ساب کردن کانال من فراموشتون نشه. بدون معطلی بزنیم بریم سراغ ویدیو. حتی نگاه کنید، من یه دونه اینجا باکس رو داشتم. اگه رفتیم کشتیم و الایت را خواستیم بگیریم، اینجا یه مندینگ با آمریکینگ هم گذاشتم، رفتم گرفتم از ویلیجرها. و اینجا ما 15 تا آیاف اندر داریم که فعلا به کار میاد و فعلا اندر چست رو میذاریم کنار و میریم بیرون که سفر رو شروع کنیم. که مثل این که باید این وری بریم. آخه بی شورت من و احساس کنم این چی داره میاد. نتره خدا بزنه تو کمره. بعد میبینید الان ضد حال چیه. یهو بریم مثلا ببینیم آره شکستمون اولی بچه ها، یعنی ببین شانس ها. اوکی شانس نداریم که. و اینکه آها من یه چیزی یادم افتاد، بذار سریع برش دارم، به کارمون میاد اونجا. یه ذره هزینه و 10 تا سیاد 5 میزیم 13 تا دونه میبریم. اونجا کلا با فایت دادن و اینا کمکمون میکنه. اوکی فهمیدیم بریم دیگه. ما فعلا میریم، کاری به زامبی هم نداریم که بزن بریم ببینیم پیدا میکنیم استرانگ هولد یا فیل. میدونین مسئله این الان خیلی منفیم. بذارید بکنم باید بریم بالا. نگاه کنین میریم بالا. بذارید مختصات خیلی قشنگ و تمیز ازش در بیارم بهتون نشون میدم. خب مپمون هستش، ما الان اینجاییم. اگه مپو تاریک نه، مپو حالت کیوش کنیم، اینجا استرانگ هولد اینجاست و ما نزدیکترین جاشو مثلا میگیم اینجا رو تلپورت که نه، یه ویپون میزنیم مثلا اسمشو میذاریم رنگشم یه اینجوری حالت همینجوری باشه، رنگشم سفید میکنم. سابمیت و سیف. استرانگ هولد و الان انها 13 متر رو به این وقت دیدیم گفتن و یکم آب میدادیم طوری میرسیم بهش. سلام علیکم، خیلی خوش اومدیم. نه این سری آیتم هر چی بدی با کمالمه قبول میکنم، ولی من سعی کن آیتم های همانند برج بدهی. برج خیلی لازمه و 100% جای این گوله میذارم. کوچش حکمش هایناش. اوکی من اگه بخوام برم سمت در ورودیش پشمان کتابخونه‌ش رو نگاه، صداهای عجیب غریب تو بازی میاد و از آدم میرینه خودش. ما اینجا که بودیم، اینجا هم رفتیم، اینجا هم هیت اینه، درست اینه، یعنی اینو سوراخ کنیم بریم داخل استرانگ هولد. درست اون بیلویلن که سوراخیش باید پیشمون باشه. یه لحظه از رو لاوا نگاه کردم دیدم سبز هست. یه لحظه ندا اومد و گفت خودشه. آره سلام علیکم و رحمت الله. آقا یا الله دیدین گفتم نگاه کنید چقدر کم اومد. یه لحظه دیدین من گفتم اینجا یه سری چیزا اصلا کم میاد ما بخوایم بریم. یه سری آیتمای دستمون اصلا زیادیه. یه چند تا چیزو همینجا میکوفیم زمین. قبلش بعد داریم میمالیم اینجا. کل این زیره رو خاموش کنه. کل اینجاها رو ما میگم خدایا اینو میمالیم.
تختمونم اینجا میزنیم و میگیریم میخوابیم. بعد از اینکه خوابیدیم و پا شدیم یه دونه چست من میسازم با این چوبایی که دارم. فکر می‌کنم دابل چست یه دونه ریدیم ولی خب دابل چست الان کارم اول گیم راه میندازه. یه چند تا بلاک‌ها که نمیخوام اینجا میذارم، مثلا یه سری چیزا هستن لازم ندارم، مثلا گپلو میخوام دیگه من این بذارم اینجا، اینو میخوام، غذاهای ارزشمند رو کلا میخوام، تیرکمونم با تیرهاش میخوام، ایندرپری رو هم دیگه من ببخشید گپ دیگه مثلا استیک رو استفاده نمیکنم. اوکی اینم از این آیتما. بذارید مختصات اینجا رو بچه من یه برداشتی بزنم. درست ما یه چند تا بلیز داشتیم، بلیز 5 تا دونه آوردیم با خودمون. 5 تا جواب کارمو میده. 1 2 3 4 5 6 تا. بعد 6 تا می بود. 5 تا داریم بچه‌ها، ولی فکر کنم هر کدوم اینا 2 تاست. 10 تا داریم الان. آره خب که من 6 تا دونه میخوام. 1 2 3 4 5 6. اینم از این 6 تا. اینم از این. همون اول کارم شیرجه نمیزنم داخلشو چون یه ذره سکته‌ای هستم بنده. من الان خیلی استرس دارم. شاید با ما بگین بابا اومده دراگون بزنه دیگه، استرسش کجا؟ وای 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 بچه‌ها ترس داره اینجوری نگین. یعنی چی استرسش کجا بود؟ وای وای بزن بریم به درک. ادوانسمنت میدت the end. بذاریم مپ دوروبری لود تو نبینم کدوم بری بریم بالا. مثل اینکه این بری برم بالا. بریم بالا و دراگون رو با مرگش خوشحال کنیم. آقا یا الله، آقا یا الله، بزن بریم. و اینکه یه تیکه جان درست میکنم که اگه مثلا اندرمن خواست منو بزنه برم اینجوری زیرش. فقط حواسم خیلی جمع کنم. خیلی حواسشون جمع این اندرمن و هم دیگه. مثلا چرا با حواسش به من جمع باشه؟ اینو من دیدم میگن از اینجا بزنه میخوره. مال ما خرابه مثل اینکه. اوکی سرمون رو فعلا میندازیم میریم پایین. همش هم یه کاوری داره. یه ذره بعد دستو بگیرم بالا تا چیزی اخ نکنه. آها شور هیچ اخ نکنی روم. بترک به قرآن مجید. آها من که بلد نیستم با تیر بزنم، لااقل همینجوری هندلت میکنم. بیا پایین. بیا کثافت بیا پایین، داری دمیج میشی. کن هنوز مونده، نکن تو هنوز اچ پی میگیری از جای من حواسم نیست. داره میاد پایین، داره میاد پایین، داره میاد پایین، داره میاد پایین، داره میاد پایین. اوکی شت بیا. آها دهنش قفل کرد. بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا. آها بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا دیگه، بیا اینجا. خیلی دمیج شدیم یه لحظه. وای 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 برو ران 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 ران. آها احمق من دارم به شما کمک میکنم، این منو میزنی بیچاره بدبخت ابلخ. شد بفش اومد. اندرمن خیلی دارن اذیت میکنن. اوکی داره میاد پایین، جایگیری میکنیم. چرا دمیج نمیشه؟ خوب دمیج نمیشه هرچی میپرم. بیا پایین، بیا پایین، بیا پایین. یا چه قشنگه. چی میگم؟ بیا پایین ببینم رفت چی کار کنم. خب الان پوشش سیاه پوست. بذار غیر از شیده رو بزنم. چوسی روشن. اوکی با چوسی روشن تر انصافا. واو واو او مای گاد. دراگون رو دارم مثل روشنایی شدید میبینم. دوروبر رو انگار مثلا چی میگن خدایا اسمشم بعد میگن با سوادی. البته ربطی نداشت. کم موندی ها بدبخت. ته جونته بیچاره، ته جونته بدبخت، ته جونته داری میمیری دیگه داری به کجا توپ میزنی؟ به هر جا میخوای بزنی وان شاتی. بنده خدا حیف تیر ندارم الان، بیچارت کرده بودم. حیف تیر نداریم. حیف امان از تیر نداشتن، امان از بی تیری. حیف که تیر ندارم. یعنی اگه تیر داشتم الان میزدم پدر مادرتو میبردن جلو چشمات. هم این توپ رو میندازه میخوره به خودش. یعنی خدا میزنه کارما پس میدی. بنده خود
سیاه پوست معلوم نیست زندگی چند نفر زدی سیاه کردی اینجا. همین از کنم گیرایی داره رنگ پوستت نه؟ یا دوبار توپ کردی توپت پر بخواد بدبخت. بیا پایین دیگه بیچاره. بیا میترسه بیاد میبینی چونشو نگاه کنید آخه اگه یه هیت از من میخوردی. حاجی گفتم یاد به این اندرمنو نگاه کردم. اندرمنه اینقدر من اینو میترسم از اندر دراگون نمیترسم. اندرمن ترسن. بیا این پایین کار دارم با خوشگله. بیا کار دارم بات. بیا که هنوز مونده که بمیری. بیا یه ضربه میخوام. رودی باش. بیا پایین دیگه بابا. جبرا جارم. بیا اینجا. یره یعنی چی؟ فکرم شمالی. آره بیا پایین دیگه. حاجی چرا نمیاد پایین؟ بکنم بعد گیر داشته باشیم واسه اینش این فیزش دیگه ها. بیا پایین که مشتی ما سکیرو و الدینگ پلی دادیم تو دیگه ماست و کره ای برای من. بیا اینجا. بیا پایین دیگه جان مادرت. بیا پایین بذار ما خوشحالم میکن با یه ضربه‌ای که میخوری. نگاه چند تا اندرمن دنبالتن. بیا پایین دیگه. ما نمیشه شما رو یه جوری من خودم پرت کنم اون بالا بعد از سامورای تور بزنیمش همون با هم. داره میاد پایین. این آخر کار تو. پاپمون کردم و پا نشو. قدیمش فقط سابسکرایب کنید بچه‌ها. ایکس بیو بده بیاد ببینم. 45 59 68. ای جان اینم که تخمش هم افتاد اونجا که ما برای برداشتن تخمش کافیه یه حرکات سامورایی تور بزنیم و شاقشو گرفتیم. خب اینم از این. الان میتونیم بریم دنبال الایترا یا بریم بیس گان پاودر بسازیم بعد میریم دنبال الایترا که میریم بیس. بچه‌ها تبریک میگم الان به صورت تکنیکی گیم تموم شده. بیا این ور میخوام اسکیپش کنم. بیا این ور. بله ماینکرافت جاوا ادیشن و این است از ماینکرافت. I see the player you mean. ماهان زیرو داره میگه سابسکرایب کنید بچه ها. Yes take care. آره سابسکرایب کن. It has reached. اون یکی از بزرگترین یوتیوبرهای دنیاست و باید سابسکرایب بشه. مرسی که ویدیوی اون رو دیدید. لایک و کامنت و ساب فراموشتون نشه. اینا رو داره اینجا مینویسه ها. اگر دوست داشتید سابسکرایب کنید. دوست داشتید نه حتما سابسکرایب کنید. یک کامنت انگلیسی بذارید سابتون نپره. میبینید به صورت سبز نوشته. قشنگ حواستون باشه. و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.